بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی از سنت های هست که این سنت ها به نام سنن منسیه، یعنی سنت هایی که ایره باید مسلمان ها مراعات میکنن لکن فراموش شده. یکی از این سنت ها المشی حافیان، یعنی پای برهنه حرکت کردن. خب که دیگه چی حکمت است برای صحت انسان چقدر مفید است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریفی که عبدالله ابن بریده ابن حسیب اسلمی میگه که کان النبی صلی الله علیه و سلم یأمرنا ان نحتفی احیانا، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را عمل میکرد که در بعضی حالات ما بدون یعنی پای برهنه پیاده‌روی بکنیم. صحح الالبانی، این امام البانی حدیث صحیح گفته در شماره 4160 در صحیح ابی داود. این که حکمت از چی است، این ان شاء الله تعالی شما اگر از اتباع پرسان کنید. و یک وقت من در یکی از کشورها بودم، گفتن که اگر کسی پای برهنه میگرده برای چربی جگر و ایگا پا بسیار منفعت داره، دکتر توصیه میکرد. دوم، نتایج یک مطالعه نشان میدهد که کسانی که میخواهند عملکرد مغز خود را تقویت دهند باید با پای برهنه راه بروند. این مطالعه که توسط محققان دانشگاه نورت فلوریدا انجام شد بهبودهایی را در حافظه کاری کسانی نشان داد که با پای برهنه دویده بودند، اما این توانایی مغزی در حافظه افرادی که با بوتهایشان دویده بودند مشاهده نشد. دوم، سنن منسیه، دومی سنتی که فراموش شده او چی است؟ الاکل بثلاثه اصابع، غذا خوردن با 3 انگشت. کان النبی صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میگه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاکل بثلاث اصابع و یلعق یده قبل ان یمسحها، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم با 3 انگشت غذا میخورد و باز انگشتای خود میچوشید قبل از اینکه اونا را پاک کنه یا مثلا کت دستمال یا بشوی دست خود. و این هم یکی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. کسایی که مثلا اگر غذا میخورن با 3 انگشت غذا بخورن حتما این از نگاه صحی برشان مفید است، ولی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. حدیث است که ایره امام البانی در صحیح الجامی در 4882 حدیث صحیح گفته. سومی سنت از سنت های فراموش شده مسح و اثر النوم بالید، مسح کردن آثار خواب است با دست. یعنی وقتی که آدم از خواب نو میخیزه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی دادشون؟ مسح اثر النوم علی الوجه بالید عند الاستيقاظ من النوم. اول پیغمبر سم با انگشتای دست خود امو چشمای خود چی میکرد؟ آثار خواب از رو چشمای خود دور میکرد. کما فی صحیح البخاری، ای در صحیح البخاری آمده در حدیث 183 که بسیاری از دوستا وقتی که از خواب میخیزن و چشمای خود با انگشتای خود مثلا آثار خواب دور نمیکنه، پس اینا را دوباره خواب میبرن. اگر این سنت مراعات بکنن ان شاء الله تعالی برشان حتما تأثیری در بیدار شدن داشته باشه. چهارمین سنت از سنت های منسیه فراموش شده صلات توبه هست، نماز توبه هست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ما من عبد یذنب ذنبا، میگه هیچ بنده نیست که یک گناهی را انجام بده فیتوضا، باز وضو بگیره، فیحسن الطهور، باز امی وضو را بسیار خوبش انجام بده، ثم یقوم، سپس بخیزه، فیصلی رکعتین، باز رکعت نماز بخونه، ثم یستغفر الله، باز از الله مغفرت بخواه بذلک الذنب، به خاطر زمین گناه، الا غفر الله له، مگر ای که الله او را میبخشه. یعنی اگر یک نفر یک اشتباه یا سهو میکنه یا گناهی را میکنه 2 رکعت نماز بخونه و این نماز توبه میگن دیگه، انال الله را مغفرت میکنه. این حدیث صحیح الجامع حدیث 5738 است که امام البانی او را حدیث صحیح گفته است. پنجمین سنت های فراموش شده گفتن سبحانك اللهم و بحمدک. امی که مثلا انسان وقتی که در یک مجلس میشیشه باشه، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که میگفت سبحانك اللهم، بعد از وقتی که از مجلس استارت میشد، از مجلس ختم میشد، دیگه در ختم مجلس میگفت سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. این هم یکی از سنت هایی است که فراموش شده و بسیاری کسا هستن وقتی که از مجلسشان ختم میشن چیزای دیگه را میکنن که یا هیچ انجام نمیتن و یا شاید دعاهایی بکنن که او به
سنت برابر نیست. اما سنتی است که وقتی انسان مجلس ختم شد بگه سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک بعد القیام من المجلس و بعد قراءة القرآن و بعد الصلاة. سه سه جا است، بعد از ختم مجلس، بعد از قراءت قرآن و بعد از نماز. ما شما بخیر فراموش شده ایده الترغیب و ترهیب در جلد 2 صفحه 338 است، اسنادش هم صحیح می باشد.